سلام، من فاطمه‌ام و رسیدیم به جلسه هفتم از دوره 10 روز یوگای مبتدی. امروز قرار هستش که از حالت ایستاده شروع کنیم. به 2 تا آجر نیاز داریم برای تمرین امروز و هر موقع که آماده بودین روی مت میبینم. برای شروع ازتون میخوام که بیاین سر مت قرار بگیریم و دستاتون رو قلاب کنین توی هم دیگه. شروع میکنیم از مچ دست، دایره کشیدن. اگر بتونین سرشون هاتونم بهش اضافه کنید که خیلی هم عالی میشه. دم و بازدم اوجایی، کف پاهاتون روی زمین حس کنید. عالیه. حالا از همینجا دو طرف آرنجتون رو بگیرید. زانوهاتون رو خم کنید، کمر صاف خم میشه به سمت پایین و بدن رو میارید به سمت پایین، سر رها. شروع کنید مقدار به سمت راست و چپ دادن بدن و حتی میتونید چشاتون رو ببندید تا بازدم اوجایی داشته باشین. دم از راه بینی و بازدم از راه بینی. یه لحظه ثابت شید. دستا رها، آرنجا رو بدون کنترل رها کنید به سمت پایین. سرتون تاج سر به سمت پایین. اگر میتونید زانوها رو صاف کنید، اگر که نه همینجوری خم که تا هم وضعیت بمونید. مدام خودتون رو بسپارید به سمت جاذبه. بعد آرنجاتون رو رها کنید، دست راستتون رو بزنید روی زمین، یه مقدار فاصله بین پاهاتون رو بیشتر کنید. زانوی پای چپمون صاف میشه، زانوی پای راست خمه، دست چپمون هم میاد به سمت بالا. نگاه به سمت بالا، پهلو یا زمین، هر جا که براتون مناسب تره. دم و بازدم. آروم این پایین جای دستا رو عوض میکنیم. دست راست میره به سمت بالا. دم و بازدم. دست راست میاد پایین، دوباره دست چپ میره، زانوی چپ صاف. دست راست رو تا جایی که میتونید به زمین فشار میدیم. از اینجا دوباره جای دستامون رو عوض میکنیم. و بعد هر دو دست رو میذاریم روی زمین، زانوها خمه، پای راستمون میره عقب، میریم تو وضعیت لو لانج. دستا رو میاریم به سمت بالا، کف دستا به سمت هم. لحظه اینجا بمونیم. دم و بازدم. اینجا میخوایم زانوی پای چپمون رو صاف کنیم. آجراتون رو بردارین و یه هر چیزی که الان کنارتون هست و یه ارتفاعی زیر دستتون میده و میخوایم که زانوی پای چپمون رو صاف کنیم، پشت کمر صاف، نگاه رو به اینجا. چند لحظه میخوایم بمونیم. کف پا میتونه روی زمین باشه، میتونه بیاد بالا به سمت خودمون. دم و بازدم. عالیه. توی هر ارتفاعی از آجر میتونید دستتون رو بذارید. دم و بازدم. کشش پشت پاتون حس کنید. بمونید از کششی که این لحظه دارین لذت ببرین. اگر آجر، یعنی بدون آجر هم میتونید دستتون رو بذارید روی زمین و اینجا بمونید، حتما این کار بکنید. زانوی پای چپ خم میشه، زاویه 90 درجه و باز اینجا میخوایم بمونید. آجراتون رو بیاین قد بلندش بذارین پشت زیر زانوی پای راستتون. اگر که حساسه میتونید یه کوسن یا یه پتو نازک رول کنید بذارید. مدام لگنمون رو هل میدیم به سمت جلو، کشش روی پای عقبیه و دوباره زانوی پای چپمون رو صاف میکنیم، بدن رو میاریم به سمت پایین، پشت کمر صاف، نگاه رو به رو و بمونید. کشش رو حس کنید پشت پاتون. عالی. زانو رو دوباره خم کنید، آجرها رو میذاریم کنار. پای چپمون میاد کنار پای راستمون
و از اینجا آروم 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 قفسه سینه میره پایین و میایم تو وضعیت کبرا. آرنجامون خم کنار بدن، قفسه سینه بالا، دم، بازدم، بدن میاریم بالا، میریم چایت پوز و سگ سر به پایین. با پا قدم میزنیم، میایم جلو، زانوها خم، دم، بازدم. این بار پای چپمون میره عقب، میریم تو وضعیت لو لانج. میتونیم از همین اول آجرامون رو برداریم و بذاریم کنار پامون. اول دست کشیده به سمت بالا، تعادلمون رو پیدا کنیم. پای راست و کف پا رو به زمین فشار بدیم. خیلی عالیه. دم و بازدم. بعد دستا رو میذاریم روی آجر، زانوی پای راستمون رو صاف میکنیم. لگنمون از زانوی پای چپمون عقب‌تر از زاویه 90 درجه رو داشته باشیم. همینجا بمونیم. کشش پشت پای راستمون حسش کنین. تا جایی که کشش دارین یعنی درسته. تا جایی هم بدنتون میارین پایین که کشش براتون احساس خوبی داشته باشه، خیلی شدید نباشه. و دوباره زانوی پای راست خم میشه و اینجا کشش رو میندازیم رو پای عقبی. عالی. لگن هول میدیم جلو، دم و بازدم. و دوباره زانوی پای راست رو صافش میکنیم. هر ارتفاع آجری هم براتون مناسبه. ارتفاع آجر میتونین تغییرش بدین. کف پای راست رو میذاریم روی زمین، آجر رو میذاریم کنار. پای راست میره عقب تو وضعیت 4 دست و پای. آروم آروم آرنجا رو با خودمون چسبوندیم، بدن رو میاریم پایین، شکم میاد روی زمین و میاد بالا تو وضعیت کبرا. اینجا اگر که واسهتون سخت، دستا میاد جلوتر. آرنجامون کامل صاف نیست. دم و بازدم و بعد قفسه سینه میاد پایین، میایم بالا، میریم تو وضعیت چایت پوز و سگ سر به پایین. با پا قدم میزنیم، میایم جلو، دم میگیریم، دستا میاد بالای زانو، بازدم به سمت پایین. با دم بعدی مهره به مهره میایم بالا. همینجور که دستا بالاست، پای چپمون رو میاریم بالا، زانو خم، یه قدم بزرگ برمیداریم، میبریم عقب مت. میریم توی جنگجوی شماره 2. نگاه به انگشتای دست جلو. دست راستمون کف دست میاد به سمت سقف و میره به سمت چپ. دست چپمون هم روی پامون سر میخوره، میره پایین تا جایی که میتونیم. ریورس ووریر توی این وضعیت بمونید و نفس بکشید. دم و بازدم. نگاه میتونه به انگشتای دست بالایی باشه و از اینجا دوباره برمیگردیم توی جنگجوی شماره 2. دست چپمون میاد کنار دست راست، میایم روی زمین و میریم پلانک. زانوها میتونیم روی زمین بذاریم، چاتورانگا، سگ سر به بالا و یا روی زانوها روی زمین. وضعیت کبرا هر کدوم که براتون راحت‌تر. میریم چایت پوز، سگ سر به پایین، با پا قدم میزنیم، میایم جلو، آروم آروم دم میگیریم، دستا میاد بالای زانو، بازدم، کف دستا به سمت زمین و با دم بعدی مهره به مهره میایم بالا. پای راست رو میایم توی شکم، یه قدم بزرگ برمیداریم عقب مت، میریم جنگجوی شماره 2. دم و بازدم. دست راست رو پای راست، دست چپ کف دست به سمت سقف و میریم ریور ووریر. نگاه به دست چپمون میتونه باشه و یا همون جایی که هستیم پهلو رو نگاه کنیم. دم میگیریم، دوباره میریم جنگجوی 2.
دست راستمون میاد کنار دست چپ، دست میاد روی زمین، پای چپ میره عقب، میریم چاتورانگا، زانو روی زمین هم میتونه باشه تا بعد میریم تو وضعیت کبرا. عالیه. زانو میره عقب، میریم تو وضعیت چایت پوز. یه لحظه بمونین. دستاتون رو میتونین بیارین بزنین زیر پیشونیتون تو وضعیت چایت پوز. زانوهاتون رو میتونین یه مقدار از هم فاصله بدین. حد 3 و 12 اینجا بمونید. دم و 12. بدن رو رها کنید. از اینجا دستاتون رو میکشین به سمت جلو و میایین روی شکم، روی زمین. دست راستتون میاد سمت راست، پای چپتونم کنار بدن خم میکنید و سمت راست صورتتون رو میذارین روی دست راست و اینجا چند لحظه میمونید. تو وضعیت شاواسانا هستیم الان. اگر که احساس خوبی بهتون میده تو همین وضعیت بمونید، اگر نه میتونید به پشت دراز بکشید. خودتون انتخاب کنید. دم و 12. تمام بدن رو رها کنیم به سمت زمین. انقباض هیچ قسمتی از بدنتون نباشه. خاطر تلاشی که کردین به خودتون افتخار کنین. حسی که این لحظه دارین، احساسی که برای خودتون ساختین. تا هر چقدر که دوست دارین میتونین تو این وضعیت بمونید. اما اگر میخواین تمرینتون رو تموم کنید همراه با من، آروم آروم با کمک دستاتون روی مت بشینید. کف هر دو دست رو بیارین جلوی بدن و هم مالش بدین. سمت صورتتون باز کنید. چند تا پلک بزنید و چشماتون رو باز. نماسته. ممنونم که توی تمرین امروزم با من همراه بودید و همونجوری که میدونید منتظر شنیدن نظراتتون و حس و حالتون و تجربتون از تمرین امروز هستم و هم بنویسین و منتظر جلسه بعدی باشید. تا جلسه بعد مراقب خودتون باشید. خداحافظ.